سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از یه بازی خیلی باحال و کمیاب تراک درایورز، شبیه ساز بازی کامیونی توی PS4. و دیگه منم دیگه میشناسید دیگه، مرشاد هستم از کانال دد گیم و با آدرس name.game. خب بریم این بازی رو تستش کنیم ببینیم چه جور بازیه. خب این منوی بازیه، بعد ما سیو خودمون انتخاب میکنیم که لود چیه. بازی خوبیه نسبتاً، گرافیکش هم بدک نیست نسبت به حجمش که زیر 5 گیگ. این بازی خوبیه از نظر من و کمتر کسی میدونه این بازی شبیه ساز کامیونی باحال واسه PS4 هست. یه ذرم حالا لودینگش طول میکشه ولی خب مشکلی نداره. خب ما اول از همه خب بریم توی گاراژ بهتون نشون بدم شخصی سازی شدن کامیون چجوری و اینا، بعد بریم توی جاده ببینیم چه باری میتونیم بزنیم. این کامیونای بازیه که کامیونای نسبتاً بدی نداره، خوبه خدایی. پول جمع میکنید و میایید کامیون میخرید و کامیونی که دوست دارید و شخصی سازیش میکنید تا یه حدودی. البته میشه این کارو کرد. حالا ما بریم همون کامیونایی که داریم و یه دونه‌شو انتخاب کنیم. بنده این کامیون انتخاب میکنم و سرویس کامیون رو انجام میدم. اینجا هم میتونید مثلا رنگ کامیون و بخش مختلف کامیون رو عوض کنید و موتور کامیونتون رو تقویت بکنید. حالا ما اینو تقویتش کنیم یه بار. اینم که واسه سپر جلوه، اینم که کابین کامیونو کوتاه و بلند میکنه و آینه بغل و سقف کامیون و بوق کامیون و خیلی چیزهای دیگه. خب حالا بریم توی جاده توی شهر و یه بار بزنیم ببینیم چجوری هست. خیلی ها نمیدونن این بازی واسه PS4 هست. این بازی بیشتر شبیه به بازی امریکن تراک و یورو تراکه که جفتشون واسه پیسیه، ولی خب این بازی برای PS4. ما الان هم تو شب اومدیم. مپ بازی هم بدک نیست، یعنی نسبتا خوبه، راضی کننده است. نه خیلی بزرگه نه خیلی کوچیک. حالا چیزی که نشون میده خیلی کوچیک‌تر از اون چیزیه که خود مپ بازی هست، یعنی بزرگتر از اینه و همه چی داره دیگه. دکمه پایین رو میزنید روشن میشه، میتونید راهنما بزنید چپ و راست و بیایید بیرون، یا همینجا هم میتونید راهنما بزنید و مثلا برفاکن ماشینتون رو روشن کنید، سرعت ماشینتون رو روی تو جاده مثلا دارید میرید دیگه، مثلا نمیخواید گاز بدید همینطوری پشت سر هم که مثلا یه موقع سرعتتون کم و زیاد نشه دوربین جریمتون کنه، اینو میزنید سرعتتون رو همون حد میمونه دیگه، نمیخواد گاز بدید، فقط فرمون رو کنترل میکنید. اینم که واسه راهنما زدن 4 تا راهنما میزنه و نور پایینه نور بالاست. نور بالا رو انتخاب میکنیم و بریم ببینیم. اون پایین نوار رو نگاه کنید، نوار بخش خواب بغل سلامت کامیون. اون چی میگن، واسه خستگی کاراکترتونه که باید بخوابید چند وقت به چند وقت. الان ما باید بریم همونجا بگیریم بخوابیم. برو برسه تا آخر، چه اون چه سلامت کامیون برسه به آخر کلا میرید یهو تو گاراژ، حتی اگه وسط مرحله باشید
که خیلی رو مخه. 2-3 بار اینطوری شدم من. میگه خاموش کن اول کامیونو بعد بخواب. خب بنزینمونم که نصف است، بنزینم باید بزنیم. من میگم اول بریم یه بنزینی چیزی بزنیم. بذارید نه الان چراغشون رو بزنم روی نور پایین. دیگه روز شد. اوکیه بریم حالا سر راه یه بنزینی هم بزنیم. اوه زدم، حواسم نبود. تو جاده یا خیابون اگه زیاد سرعت برید، سبقت بگیرید، بعضی وقتا جریمه های سنگینی میشید که واقعا رو مخه. یعنی 4 بار بردی، 2 ساعت 3 ساعت بازی کردی، بعد دیگه مثلا کلا پولتو ازت میگیره سر یه سرعت مثلا یه جا باید 80 تا بری، اون پایین مپ زده نگاه کنید. ما الان سرعتمون 80 تا بیشتر کنیم اون سفیدیش مشکی میشه نوشته 80. دیدید؟ الان من بیارم پایین میاد رو 80. اینم کنترل سرعتش رو بذارید روشن کنیم دیگه گاز ندیم. الان من دیگه کلا گاز نمیدم. بازی باحالیه، خیلی خوبه. بعد یه چیزی، من بازی درت رالی 2 رو دانلود کردم، خیلی هم حجمش زیاد بود. بازی دیجیتالی خریدم، حجمش هم حدود 80 گیگه. دانلودش کردم، اگه خواستید تو نظرات بگید من یه گیم پلی هم اون بازی بگیرم. اون دیگه واقعا شبیه ساز خفنیه. اگه بارون بیاد اینطوری میزنید قشنگ روشن میشه. چراغ قرمزاتون هم اصلا رد نکنید چون جریمه میشید. اینور آینش قشنگ معلومه، اونورم آینه بغل اونورش هم معلومه و داخل کامیون قشنگ شبیه سازی کردن. حالا ما بریم اینور. من حالا هی دارم تون میرم ولی خب شما این کارو نکنید چون یهو جریمه میشید. میخوام سریعتر برسم به پمپ بنزین و اونور بریم یه بار بزنیم. جالبترش اینه که این بازی رو با موتور بازیسازی یونیتی ساختن، خیلی قشنگ در آوردن. با یونیتی این بازی رو قشنگ ساختن خدا وکیلی. PS5 هم که یه سری دیجیکالا تخفیف زده بود آورده بودش رو 20 میلیون یهویی، بعد یه هفته دوباره شد 27 میلیون. اصلا معلوم نیست قیمتش چجوری میخواد بشه. خب بستگی به دلار داره اینم کلا دیگه قیمت PS5 و اینا. به نظر من خب ارزش خرید PS5 حتی تو شرایط تحریم رو 8 میلیون 5 میلیون اینا باید باشه، نه این که مثلا شما بری مثلا 20 میلیون 30 میلیون پول یه PS5 بدی. اصلا ارزش نداره. من میخواستم لپتاپ بخرم یه 2 سال پیش، یه لپتاپ خوبی هم خریدم با قیمت 5200. تازه اون موقع میگفتن تحریمی و دلار 4000 تومن و من یه لپتاپ خریدم با رم 16 سی پی یو 8550 یو. لپتاپ خیلی خوبی هم هست که با گرافیک 4 خریدم. چند خریدم 5200، ولی خب اون لپتاپ الان شده مثلا 30 خورده 30 میلیون تا 40 میلیون پولشه. PS5 هم به نظر من ارزش خریدش رو اون قیمتی که زده نیست، باید مثلا بیاد روی 5 میلیون 8 میلیون اینطورا. تازه با شرایط تحریم دارم حساب میکنم وگرنه باز هم ارزش خرید نداره. شما دقت کنی تو خارج همونم زورشون میاد بخرن.
$499 پولی نی واسهشون، ولی باز زورشون میاد بخرن. کلا اینو گفتم که مثلا اگه عجله چیزی دارید عجله نکنید واسه خرید PS5، حتی اگه پولشو داشتید، چون فعلا حالا PS4 رو کاره، 2 سال 3 سال دیگه رو کاره. بذارید ببینیم چی میشه. وضعیت فعلا هنوز مشخص نیست. خب ما الان بنزین هم زدیم. فکر کنم با اینوری بپیشم واسه تو بازی. میتونید بار ماهی بزنید، بار چوب و لوازم ساخت و ساز بزنید، بار مثلا اینجا فکر کنم بار آهن و چوب و اینا اینجاست، چیزهای دیگه هم اینجاست. حالا ما بریم بار ماهی رو بزنیم فعلا. یادش بخیر اولین سری بازی کامیونی توی پی سی بود، اصلا عشق و حال میکرد آدم‌ها. بچگیام یادش بخیر چقدر بازی میکردم. اینو اصلا به یاد اون من گرفتم. حجمی هم نداره، حدود 5 گیگه. 5 گیگ خیلی کمتر. بریم اینجا پیامش رو اسکیپ کنیم. اصلا این بازی رو بازی میکنم یاد همون بچگیام میافتم. بارو زدیم ببریم به مقصد برسونیم. مثلا اگر دستانداز ها رو بعد رد کنید، باید برید تو گاراژ و وقتی میخواید کامیونتون رو سرویس کنید باید مثلا کمک فنراتون هم سرویس کنید که پول بیشتری باید بدید. کلا باید کامیونتون رو چند وقت به چند وقت سرویسش رو انجام بدید، ولی خب اگه با ملاحظه تر با کامیونتون رفتار کنید پول کمتری واسه سرویس میدید. مثلا باید اینطوری رانندگی کرد، آروم. ولی خب من حوصلم نمیکشه، من تون میرم. الان دارم آروم میرم. برو دیگه بابا، دیگه خستم کردی خدا وکیلی. گاز بده برو. سربالاییه داریم، تخته کردم رو 50 تا داره میره ماشین. اوه اگه اون ور وای میستادم چقدر باید تو ترافیک میموندیم. انحراف زدم دارم همینطوری میرم، ولی خب زیاد ادامه بدیم یهویی جریمه میکنه، یهویی مثلا $1000 جریمت میکنه. الان سرعت اونم زیاده، باید بیاد زیر 50.
راهنما بزنیم. اوه قرمز شد. حالا باید 3 ساعت وایسیم پشت چراغ قرمز. حرفه‌ای میپیچیم اینجا رو. به به. اینجا سرعت 80 تا آزاده، ولی خب سرعت بیشتر از 80 تا دیگه نباید بریم. رسیدیم به مقصد. اوه 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 چقدر سختشم که آوردم گوشه. بتونم 100%ش میکنم. صد شد. کامیونتون رو خاموش میکنید، مربع هم نگه میدارید دستیشو بکشه و مثلث رو میزنید، بار رو تحویل میدید، کامیونتون رو با دکمه پایین روشن میکنید و میرید برای انجام کارهای دیگه. خب دوستان این بود از این بازی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی شما رو به خود بزرگ میسپارم و بدرود.